دوستای عزیزم و همراهان همیشگی کانال سلام میکنم خدمت شما. من حسام هاجیر هستم، کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی دارم و در خدمتتون هستم. وقتی که من کانال رو شروع کردم یه سری مشکلاتی پیش اومد که نتونستم اونجوری که میخواستم کانال رو پیش ببرم. حالا با امید خدا سعی میکنم که کانال رو خوب پیش ببرم، کانال پرباری باشه برای همه. آموزش لغات رو از نو شروع خواهم کرد، منتها دقت داشته باشین که ما آموزش لغاتی که داشتیم توی کانال به زبان فارسی من میام و توضیح میدم خدمتتون معنیشو، منتها خب اصولا الان توی کلاس‌های زبان اصلا سعی میشه که به زبان دیگه ای جز زبانی که داره آموزش داده میشه صحبت نشه. در نتیجه من هم اینجا سعی خواهم کرد که با شما انگلیسی صحبت کنم و معانی رو هم نخواهم گفت در نتیجه. منتها وقتی که از روی کتاب متنهایی که هست رو براتون میخونم، اون وقت باید سعی کنین معنی رو با کمک تصاویری که براتون میذارم و با استفاده از توضیحات سعی کنین متوجه بشین. این نحوه یادگیری بهتر و کاملتری هست. مسئله دیگه که هست مسئله کپی رایته که من نمیتونم متن کتاب یه نفر دیگر رو بذارم توی کانالم و خب توی ویدیوهای ریدینگ دوستان پیشنهاد داده بودن که خب چرا متن ریدینگ نیست. خب منم متوجه هم که اگه متن باشه خوبه، در حالی که من این ویدیوها رو طوری طراحی کرده بودم که شما کتاب جلوتون باشه، متن رو نگاه کنین همونطور که بهتون توصیه کرده بودم، متن رو از توی کتابتون داشته باشین و تصاویری رو که من براتون تدوین کردم رو در واقع اون فضا رو براتون تداعی کنه. منتها خب این کار نکردین و از این به بعد ویدیوهای ریدینگ کلن هست میشه به این صورت که ما کلمات رو یاد میگیریم، انشالله خودتون توی خونه این کتاب رو تهیه میکنین. حالا اگر به هر دلیلی نتونستین که کتاب فیزیکی رو بخرین، خیلی راحت میتونین از سایت های دیگه دانلودش کنین، کتاب جلوتون باشه و ریدینگ و تمرینات رو با اون پیش ببرین. آموزش لغات رو همچنان خواهیم داشت اینجا. من سعی میکنم که با سرعت ویدیوها رو برسونم خدمتتون. همچنان کلاس ها رایگان خواهد بود و نحوه کارمون اینجوری خواهد بود که شما سعی کنین تصاویر رو ببینین. 4 تا تصویر برای هر لغت در نظر گرفته شده. با توجه به اون تصاویر یه تصویر ذهنی توی ذهنتون ساخته میشه که خب این لغت ممکنه این معنی رو داشته باشه. بعد برین و معنیش رو خودتون اگر نیاز بود چک کنین. منتها شیوه درست تدریس زبان انگلیسی تو تمامی کشورها اینه که توی کلاس زبان انگلیسی نباید زبان دیگه ای صحبت بشه و حتی تو کشورهای دیگه سعی میکنن که دبیری که انتخاب میکنن برای آموزش مثلا زبان انگلیسی اصلا نتونه زبان محلی اون بچه ها رو صحبت کنه. مثلا میگم شما میرین فنلاند، یه معلمی رو انتخاب میکنن که اصلا فنلاندی تو زندگیش صحبت نکرده. چرا؟ چون میخوان که نتونه با بچه صحبت کنه. اگر بچه میخواد حرف معلم رو متوجه بشه، سعی کنه با انگلیسی صحبت کردن منظورش رو برسونه. پس ما هم اینجا سعی میکنیم که آموزش لغات رو به صورت انگلیسی داشته باشیم، توضیحات به صورت انگلیسی خواهد بود و حالا به مرور زمان احتمالاً کلاس‌های قدیمی رو هم از روی کانال بردارم. پس سعی کنید که با این نحوه تدریس جدید پیش برین. ریدینگ ها رو هم حتما خودتون زمان بذارین و خب این کتاب رو تهیه کنین، اگه نشد دانلودش کنین، کتاب رو بذارین جلوتون، لغات رو که مثلا با هم تمرین میکنیم، بعد بریم سراغ تمرینات، بعد ریدینگش. انشالله که موفق باشین دوستای عزیزم، با من همراه باشین. خدا نگهدارتون.